شب یلدا و داستانهای پدر بزرگ. پدر بزرگ که ما آقا جون صداش میکردیم پیرمردی مهربون و در عین حال با جذبه و خیلی دوست داشتنی بود. هر سال شب یلدا منزل آقا جون دور هم جمع می شدیم و با لبوهای قرمز و تخمه و آجیل و پشمک و اینجور چیزها از خودمون پذیرایی می کردیم. آقا جون ابتدا یه تفعول به دیوان حافظ می زد و بعدش هممون منتظر شنیدن یه قصه جدید از زبان آقا جون بودیم. قصه های پدر بزرگ همیشه جذاب و پرماجرا بود و ما رو به دنیای دیگه ای می برد. اما امسال کمی فرق می کرد. پدر بزرگ با این که مثل همیشه با آب و تاب برامون قصه می گفت، اما گاهی اوقات وسط قصه ها یه چیزای عجیب غریبی هم می گفت. مثلا وقتی قصه شیر و بز رو برامون تعریف می کرد، گفت که وقتی شیر نزدیک بز شد، بز لیوان شیر رو سر کشید و گفت به به چه شیر خوشمزه‌ای بود. همه با تعجب به هم نگاه می کردیم و یواشکی آقا جون می خندیدیم. پدر بزرگ اما متوجه نمی شد که قصه ها رو قاطی پاتی کرده و با همون لحن جدی و محکم خودش به قصه گوییش ادامه می داد. یه بار دیگه وسط قصه کلاغ و روباه گفت که کلاغ با روباه ازدواج کرد، اونا صاحب 7 بچه شدن، چنگول و منگول و حبه انگور، که همه ما دیگه از خنده روی زمین افتادیم و قش کردیم. اون شب با همه شادی ها و خنده هاش به پایان رسید و خاطرات شیرینی برامون به جا گذاشت. بعد از اون شب یلدا هر وقت پدر بزرگ برامون قصه میگفت با هیجان منتظر بودیم ببینیم این دفعه پدر بزرگ چه سوتی میده که ما بهش بخندیم. گاهی اوقات پدر بزرگ شخصیت های قصه ها رو هم با هم قاطی پاتی میکرد، مثل پیرزنی که تبدیل به یک شاهزاده میشد و یا روباهی که به جای اینکه حیله‌گر باشه خیلی مهربون بود. با اینکه حافظه پدر بزرگ ضعیف شده بود، اما ما همچنان عاشق قصه هاش بودیم، چون میدونستیم که مهمترین چیز در قصه های پدر بزرگ عشق و مهربانیه و این چیزی بود که پدر بزرگ همیشه توی قصه هاش به اون اشاره میکرد.